سلام، 232 یا 485 چی میگی داری؟ بریم ببینیم چی میگیم داریم. دارم میگم دو تا دیوایس به شما دادن، میگن هر جفتشون هم آرس 232 هم آرس 485 رو پشتیبانی میکنن. حالا من چیکار کنم؟ سلیقه‌ای انتخاب کنم، در VC40 کنم یا نه معیار خاصی وجود داره؟ ببینید دوستان، ما توی آرس 232 فاصلمون 15 تا 20 متر بین دو تا دیوایسمونه، 15 تا 20 متر. ولی توی آرس 485 ما بالای 1 کیلومتر فاصله رو میتونیم پشتیبانی کنیم، یعنی تا 1200 متر. نکته بعدی که وجود داره، نرخ انتقال اطلاعات ما توی آرس 232 20 کیلو بیت هستش بر ثانیه، در حالی که 10 مگابیت بر ثانیه رو توی 485 داریم. اما توی 232 ما پر تو پر هستیم، یعنی یک نقطه با یک نقطه در ارتباطه، یک نقطه با یک نقطه. اما توی 485 بین 1 تا 32 تا دیوایس میتونن همزمان توی شبکه ما مثل یه جلسه شرکت کنن. و اما در ولتاژ هامون مثبت منفی 3 ولت تا 15 ولت مثبت منفی توی 232 که توی 485 به مثبت منفی 200 میلی ولت تبدیل شده تا مثبت منفی 6 ولت. تفاوتشون چیه؟ این حالت یعنی 485 میاد از حالت تفاضلی و دیفرانسیلی استفاده میکنه، باعث کاهش نویز یعنی به حداقل رسیدن نویز توی بستر انتقال میرسیم، در حالی که اینجا متاسفانه نویز بالاتری داریم. آخرین نکته که نکته اقتصادی هم هستش، تری وایر بودن آرس 232 ما هستش، یعنی با 3 رشته سیم شبکه رو برقرار میکنیم، در حالی که توی آرس 485 فقط 2 رشته سیم برای برقراری بستر و انتقال داده کفایت میکنه. موفق باشید.